نان در سراسر دنیا یک غذای اصلی محسوب می شود. کارخانه سنان با هدف تهیه نان سالم و بهداشتی جهت عرضه به مصرف کنندگان پا به عرصه نهاد. این کارخانه واقع در شهرک صنعتی بهارستان در زمینی به مساحت 1.5 هکتار واقع شده است. مواد اولیه جهت تهیه نان عبارتند از آرد، آب، نمک، خمیر مایع و بهبود دهنده ها. جهت پروسه تخمیر به هیچ عنوان از جوش شیرین استفاده نمی شود. مغز این نان مقوی، سالم و قابلیت هضم راحتی دارد و به دلیل استفاده از حرارت غیر مستقیم در مرحله پخت، مضرات استفاده از سوختهای فسیلی را ندارد. تولید نان سالم در شرایط کاملا بهداشتی بدون دخالت دست و با استفاده از ماشین‌آلات تمام اتوماتیک صورت می‌گیرد. این کارخانه به عنوان اولین و تنها کارخانه تولید نان صنعتی با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و فناوری روز دنیا در صنعت تولید نان با ظرفیت تولید 50 تن در فاز اول راه اندازی گردید. نان تولید شده توسط این شرکت با نام تجاری سنان به بازار عرضه می‌گردد. تنوع تولیدات نیازهای هر ذائقه‌ای را برطرف می‌سازد. سنان، نان کامل، سالم، تازه.